خب سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. ما در ویدیو قبلی یه مقدار از روش تغییر متغیر رو توضیح دادیم، به صورت تئوریک توضیحاتش رو خدمتون ارائه کردم. ملاک های انتخاب یو رو براتون گفتم. یکی دو تا مثال هم براتون حل کردم. انشالله تو این جلسه میخوایم مثال های بیشتری با هم حل کنیم. مثالی که الان براتون در نظر گرفتم اینه دوستان: انتگرال x رادیکال x منهای 1 dx. خب برای حل این انتگرال دوستان ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم اولین کاری که میکنیم اینه که یو رو انتخاب کنیم. برای انتخاب یو من دوتا گزینه دارم: x منهای 1 و رادیکال x منهای 1. سعی بکنید عبارتی رو یو انتخاب کنید که کارتون رو ساده تر بکنه دوستان. علاوه بر این که پیچیدگی بیشتری داشته باشه، حجم انتگرالتون رو کم بکنه. منظور من اینه، من اگه مثلا خود x منهای 1 رو یو بگیرم خیلی کمکی به من به اون صورت نمیکنه. البته غلط نیست. پس من اینجا میام یو رو رادیکال x منهای 1 انتخاب کنم. درسته بچه‌ها؟ رادیکال x منهای 1. خب میام طرفین رو به توان 2 میرسونم. قبل از اینکه مشتق بگیرم اول طرفین رو به توان 2 میرسونم برای اینکه کار خودم ساده تر بشه. از طرفین حالا مشتق میگیریم 2u دی u، اون طرف هم میشه dx. فقط دقت بکنیم ما در تابع زیر انتگرال یه x هم داریم که باید معادلش رو بر حسب u به دست بیاریم. اگر به این دقت بکنید متوجه میشید که x برابر میشه با دوستان u2 به علاوه 1. الان دیگه بچه ها همه چی آماده است. x رو دارم، یه x رو دارم، u هم که انتخاب کردم، فقط میمونه جایگذاری. به جای x میذارم u2 به علاوه 1، به جای رادیکال x منهای 1 هم میذارم u، به جای dx هم میذارم 2u du. درسته دوستان؟ خب حالا 2 رو میبرم بیرون، من یه u2 دارم و u2 به علاوه 1 دارم بچه ها. میشه ضربش بکنید میشه u4 به علاوه u2 du. و حاصل انتگرال رو من یکم پایین تر می نویسم: 2 u5 پنجم به علاوه u3 سوم به علاوه c. و کار نهاییمون هم اینه که u رو به حالت اول برگردونیم: 2 پنجم رادیکال x منهای 1 به توان 5 به علاوه 2 سوم رادیکال x منهای 1 به توان 3 به علاوه c. به نظر من یه سوال روتین بود و همتون هم به راحتی میتونستین این سوال رو حل بکنید. انتخاب یو درش خیلی مهمه. بریم مثال بعدی. باز هم شبیه مثال قبلیه: x2 رادیکال x به علاوه 1. x2 در رادیکال x به علاوه 1 دوستان. خب من یو رو چی انتخاب کنم اینجا بهتره؟ من هم میتونم x2 رو یو بگیرم، هم x به علاوه 1 رو میتونم یو بگیرم، هم رادیکال x به علاوه 1 رو یو میتونم بگیرم. ببینید کدوم بیشتر کمکتون میکنه، کدوم پیچیدگی بیشتری داره و حجم تابع زیر انتگرال رو براتون کم میکنه. اینا خیلی مهمه بچه. باز هم یو میگیرم رادیکال x به علاوه 1. طرفین رو به توان 2 میرسونم. u2 مساوی است با x به علاوه 1. از طرفین مشتق میگیریم: 2u دی u، این طرف هم دی x. خب فقط ما یه x2 داریم بچه ها اینجا. x2 برابر میشه از این تساوی، x2 برابر میشه دوستان با u2 منهای 1 به نمای 2. خب پس جایگذاریمون رو انجام میدیم. به جای x2 میذاریم u2 منهای 1 به نمای 2. به جای رادیکال x به علاوه 1 u میذارم، به جای dx هم 2u du میذارم. خب ساده شدهش رو پایین می نویسم خدمتتون. 2 رو میبرم بیرون، u2 بچه ها، و اونم به توان میرسونیم عبارت رو. اینجا خیلی مهمه بچه ها دقت بکنید تا میتونید تابع زیر انتگرال رو ساده کنید. u4 منهای 2 تا u2 به علاوه 1 دی u. ضرب رو تو انتگرال انجام میدید بعد انتگرال میگیرید دوستان. خواهشاً جدا نکنید. اینجا u6 منهای 2 تا u4 به علاوه u2
دی یو و انتگرال رو محاسبه میکنید. 2 بیرون هست همچنان، یو 7 هفتم منهای 2 پنجم یو 5 و به علاوه یو 3 سوم. خب دوستان دقت بکنن، باید من اینجا دیگه این کار رو انجام نمیدم، خواهشاً خودتون انجام بدید. سعی بکنید یو رو به حالت اولیه برگردونید، یعنی به جای یو بذارید رادیکال x به علاوه 1. خب بریم یک مثال مثلثاتی رادیکالی با هم داشته باشیم. فکر کنم این مثال رو متوجه شدید. مثال بعدی که اینجا داریم که میتونه یه مثال ساده هم باشه، کوسینوس رادیکال x بخش بر رادیکال x dx. بچه‌ها خواهشاً فکر نکنید اینجا میتونید رادیکال x رو با رادیکال x ساده بکنید، نه به این شکل نیست. اون رادیکال x بالا کمان کوسینوس، اون رادیکال x پایین مخرج کل عبارت بالاست. خب من اینجا چی رو یو انتخاب کنم؟ قاعدتاً یه انتخاب بیشتر نداریم، یو میگیرم خود رادیکال x. درسته دوستان، هم میتونید طرفین رو به توان 2 برسونید اینجا و هم میتونید مستقیما مشتق بگیرید. مشتق یو میشه دی یو، مشتق یک رادیکال ایکس میشه 1 به روی 2 تا رادیکال ایکس دی ایکس. خب از اینجا من دی ایکس رو حساب میکنم، میشه 2 تا رادیکال ایکس دی یو. میتونید به جای رادیکال ایکس یو هم بذارید، یعنی 2 یو دی یو. پس دی ایکس تون با 2 یو دی یو برابره. پس چی شد؟ بالا میشه کوسینوس یو، پایین میشه خود یو ضرب داره. به جای دی ایکس هم میذارم 2 یو دی یو. این یو با این یو ساده میشه، 2 میاد بیرون، انتگرال کوسینوس یو دی یو. دیگه همتون بلدید بچه ها، ادامهش رو میارم اینجا. میشه 2 تا سینوس یو به علاوه سی. به جای یو هم عبارت اولیه رو قرار میدید، 2 تا سینوس رادیکال x به علاوه c. خب بسیار عالی، یک سوال روتین و تقریبا ساده رو اینجا با هم داشتیم. نکته خاصی نداشت بچه‌ها. تشخیص مهمترین فاکتور در حل انتگرال هاست. خب بریم مثال بعدی. یک کمی پیچیده تر، انتگرال کوسینوس مکعب 3x بخش بر ریشه سوم سینوس 3x. خب اینجا من چی یو انتخاب کنم دوستان؟ نگاه کنید انتخاب هایی که ما داریم اینجا سینوس مکعب سینوس 3x هست، عرضم به خدمت شما کوسینوس 3x هست، ریشه سوم سینوس 3x هست. ببینید کدومشون به شما کمک میکنه، کدومش پیچیدگی کار رو کمتر میکنه، کدومش راه حل رو برای ما ساده تر میکنه. اینو بچه‌ها از آزمون و خطا هم میشه رفت، ولی از اونجایی که ما همیشه دنبال کوتاه‌ترین راه ها هستیم، سعی میکنیم به ظاهر خود انتگرال یه نگاهی بندازیم. آقا ما هم کوسینوس داریم هم سینوس. خب من اگه سینوس 3x رو یو بگیرم، خب من اگه سینوس 3x رو یو بگیرم چه اتفاقی میفته؟ آیا مشتقش هست؟ مشتق سینوس 3x میشه 3 تا کوسینوس 3x. درسته دوستان؟ اگه کوسینوس 3x رو یو بگیرم مشتقش چی میشه؟ میشه منفی 3 تا سینوس 3x. اما مشتق بالا نیست، پایین اومده و این کار رو سخت میکنه. پس اینجاست که ما میتونیم تشخیص بدیم که یو ما همون سینوس 3x باشه بهتره. البته میتونیم از اون ملاک‌های انتخابی که داشتیم و 5-6 موردی که در مورد یو گفته بودم اینجا استفاده کنیم، به این صورت که عبارت زیر رادیکال و در مخرج. نگاه کنید الان سینوس 3x هم زیر رادیکاله و هم تو مخرج کسرمونه، پس یو میگیرم سینوس 3x. یک عامل دیگه ای که به ما رو تشویق کرد تا سینوس 3x رو یو بگیریم اینه که مشتقش بالا هست. خب دی یو میشه چی؟ میشه 3 تا کوسینوس 3x dx. خب بچه من از اینجا با اجازهتون دی x رو حساب میکنم. میشه چی؟ 1 به روی 3 تا کوسینوس 3x دی یو. خب
میریم سراغ یه جایگذاری، ببینیم تغییر دکوراسیونمون به کجا میرسه. کوسینوس مکعب رو مینویسم چون فعلا نتونستم تبدیلش کنم بر حسب یو. اونم که میشه ریشه سوم یو بچه ها. به جای دی ایکس هم مینویسم دی یو بخش بر 3 تا کوسینوس 3x. یه ساده سازی میکنیم، 1/3 رو میبرم بیرون انتگرال، ساده میکنم بچه ها. یک کوسینوس 3x از اینجا، یک کوسینوس 3x از صورت حذف میشه، بالا میمونه کوسینوس مربع 3x، پایین ریشه سوم یو دی یو. آقا کارمون حل شد؟ نه، عجله نکن. شما داری تغییر دکوراسیون میدی، تو تغییر دکوراسیون باید سعی کنی همه وسایل رو عوض بکنی، نه فقط چند تاشو. الان شما هم یو داری هم 3x داری، هم یو داری هم x. نه این نشد. پس کوسینوس مربع 3x رو تبدیلش کن، یه کاری کن بر حسب یو به دست بیاری. خوشبختانه چون من یو رو گرفتم سینوس 3x، کوسینوس مربع 3x میشه 1 سینوس مربع 3x. یعنی در واقع من میتونم بنویسم 1/3 انتگرال خط کسری پایین ریشه سوم یو، بالا به جای کوسینوس مربع 1 سینوس مربع می نویسم، یعنی در واقع 1 یو 2 دی یو. درست شد دوستان؟ پس ما اینجا به جای کوسینوس مربع 3x 1 سینوس مربع رو استفاده کردیم. اگر یادتون باشه تو جلسه اول گفتم سعی بکنید روابط مثلثاتی رو برای خودتون توی کاغذ یادداشت کنید که ازشون استفاده کنید. خب بچه‌ها این انتگرال الان چجوری باید حلش کنم؟ در ظاهرش بازم انگار سخته ولی نترسید، از تفکیک کنید کسر رو. میشه 1 به روی ریشه سوم یو منهای یو 2 به روی ریشه سوم یو دی یو. خب بعدم راحت میتونید ساده کنید. بچه ها میریم توی اسلاید بعدی. خب نگاه کنید، ما رسیده بودیم به اون انتگراله، میارمش بالا. 1 به ریشه سوم یو میشه چی؟ میشه یو به توان منفی 1/3 منهای یو 2 تقسیم بر ریشه سوم یو رو اگه بخواید حساب کنید میشه یو به توان چند دوستان؟ 5/3 دی یو. خیلی ساده شد کارمون و راحت الان انتگرالمون به دست میاد. میشه 1 یو به توان 1 واحد به منهای 1/3 اضافه میکنید، میشه 2/3. مخرج کسرتون هم میشه 2/3 منهای یو به توان 8/3 تقسیم بر 8/3 به علاوه 30. فکر کنم خیلی راحت حل میشه بچه ها. اگر دقت بکنید تو مثال هایی که من تا حالا براتون حل کردم مهمترین نکته انتخاب یو بوده. اگه یو درست انتخاب کنید، درست مشتق بگیرید و جایگذاری درستی انجام بدید، حتما و در سریعترین زمان ممکن به جواب میرسید. یه مثال دیگه بریم سراغ یه مثال دیگه. مثال بعدی کوسینوس رادیکال x تقسیم بر رادیکال x در 1 به علاوه سینوس رادیکال x دی x. خب این یک کمی انتگرالش سخت‌تر از انتگرال های قبلی بود که با هم دیدیم بچه ها. خب چیکار کنیم اینجا احیانا؟ چی رو یو بگیرم؟ میتونم چند تا انتخاب برای یو بهتون بگم. یکیش سینوس رادیکال ایکسه، یکیش خود رادیکال ایکسه، یکیش کوسینوس رادیکال ایکسه. کدومش بهتره؟ کدومش مشتقش تو تابع وجود داره؟ کدومش زودتر ما رو به جواب میرسونه؟ این دیگه تشخیصش بچه‌ها با خودتونه. مثلا یه مثال میزنم براتون. من اگه سینوس رادیکال ایکس و یو بگیرم مشتقش میشه 1 به روی 2 تا رادیکال ایکس کوسینوس رادیکال ایکس. خدا رو شکر هست، خوبه، بد نیست، این انتخاب میتونه انتخاب خوبی باشه. اگه 1 به روی سینوس رادیکال ایکس و یو بگیرم چی؟ باز بهتر از انتخاب قبلیه. چرا؟ چون تونستم تابع رو بازم ساده تر بکنم، تابع زیر انتگرال و مشتقش همونه. اگه بخوام کوسینوس رادیکال ایکس و یو بگیرم چه اتفاقی میفته؟ آها اینجا اتفاق ناگوار میفته.
اونم چیه؟ اونم که اگه کوسینوس رادیکال ایکس و یو بگیری مشتقش تو تابع زیر انتگرال میاد پایین. مشتق نباید پایین باشه بچه‌ها، مشتق باید بالا باشه. پس سعی کنید عبارت‌هایی انتخاب کنید که مشتقشون رو باشه تو صورت. پس با این تفاسیر من باید یو رو بچه‌ها اینجا بهترین انتخابی که میتونم برای یو متصور بشم اینه، 1 + سینوس رادیکال ایکس. آقا مشتق میگیریم سریع، میشه 1/2 رادیکال ایکس کوسینوس رادیکال ایکس دی ایکس. چقدر خوب شد، چقدر کارمون رو ساده کرد بچه ها. تو مرحله بعد میام دی ایکس رو حساب میکنم بچه ها، میشه 2 رادیکال ایکس ضرب در 1 کوسینوس رادیکال ایکس دی یو. بعد مرحله بعد چیه؟ جایگذاری دی یو، ببخشید دی ایکس و یو در تابع زیر انتگرال. این تا انتگرال رو دوباره بازنویسی میکنم. کوسینوس رادیکال ایکس چی بود؟ نمیدونم، مینویسمش چون معادلی فعلا براش ندارم. خب اون رادیکال ایکس پایین چی؟ فعلا اینم بنویس، مشکل نداره. 1 + سینوس رادیکال ایکس بچه‌ها با چی برابره؟ خود یو دیگه. به جای دی ایکس چی بنویسم؟ 2 رادیکال ایکس به روی کوسینوس رادیکال ایکس دی یو. چقدر خوب شد، این با این میره، این کوسینوس رادیکال ایکس هم با این میره. چقدر انتگرالمون ساده شد بچه ها، شد 2 دی یو به یو، تموم شد. ببینید یه انتگرال به این زمختی رو ما تبدیل کردیم به یک انتگرال ساده، 2 به روی دی یو به یو. حاصل میشه 2 تا ln قدر مطلق یو به علاوه سی. چرا قدر مطلق گذاشتیم؟ من قبلا توضیحش رو خدمتتون داده بودم. یو هم چیه؟ یو همون 1 + سینوس رادیکال ایکس. جواب نهایی 2 در ln 1 + سینوس رادیکال ایکس به علاوه سی. به همین سادگی بچه ها این انتگرال هم حل شد. پس تشخیص خیلی مهمه بچه ها. اینم خدمتتون بگم انتگرال ها اینقدر گستردگی دارن که اگر شما 1 میلیارد نمونه انتگرال متفاوت حل کنید ممکنه تو حل 1 میلیارد و 1 نمونه بمونید. پس صرفا یاد بگیرید، هی یاد بگیرید، آتشتون نسبت به یادگیری رو زیاد بکنید. همیشه یادگیری دوستان خوبه. خب بریم در مورد آرکسینوس و آرکوسینوس که قبلا با هم صحبت کردیم من 2 تا نکته براتون اینجا بنویسم. بچه‌ها انتگرال دی ایکس به روی رادیکال آ2 منهای x2 میشه سینوس اینورس ایکس آم به علاوه سی. اینو میتونید هم به عنوان یک فرمول حفظ کنید و هم میتونید این رو اثبات بکنید. برای اثباتش هم زیاد کار سختی ندارید، کافیه در رادیکال تو مخرج از آ2 فاکتور بگیرید. آ2 از تو رادیکال میاد بیرون میشه آ1، آ میره پشت انتگرال، تو انتگرال تو میمونه دی ایکس تقسیم بر رادیکال 1 منهای ایکس آم به نمای 2. ایکس آم رو یو انتخاب میکنید، تغییر متغیر میدید، دقیقا جواب انتگرالتون همین میشه. نکته بعدی که اینجا ما داریم دی ایکس به روی آ2 به علاوه x2 بچه. این هم میشه تانژانت وارون x آم به علاوه c. درست شد دوستان؟ این هم از این هم قابل اثبات کردنه، هم میتونید حفظش کنید. یه مثال با هم بریم. خب انتگرال دی ایکس تقسیم بر x منهای x2. خب ما معمولا انتگرال که میبینیم در وهله اول وحشت میکنیم، طبیعیه، میترسیم. انتگرال یه چیز ترسناکه، مثل مار که همه ازش میترسن، انتگرال هم یه چیز ترسناکه. اما اگه از راهش وارد بشوید همون مار رو هم میشه سر به راه کرد. پس انتگرال رو هم اینجا میشه با یک تشخیص درست دوستان حلش کرد. خب اگر دقت بکنید انتگرال شما رادیکالیه که تو مخرج کسر شما یه چیزی رو دارید منهای x2 میکنید. خب من یه توصیه خدمتتون دارم، یکم شبیه اون نکته بالا هست، منظورم این نکته. خب
پس من بیام اگه سعی بکنم تابم رو شبیه اون تابع بالایی بکنم میتونه کمکم کنه. اما چه شکلی؟ روش مربع کامل که بلدید. روش مربع کامل میگه شما هر وقت میخواید یه چنین عبارتی رو به صورت یک عبارت استاندارد درجه 2 بنویسید یا اتحادی بنویسید، ضریب x2 رو نصف میکنید، حاصل رو به نمای 2 میرسونید، به عبارتتون اضافه و کم میکنید، در نهایت میرسید به این بچه ها 1/4 منهای x، ببخشید x منهای 1/2 به نمای 2. درسته دوستان؟ پس این عبارت رو مربع کامل بکنید میشه این دقیقاً. روش مربع کاملش هم به این صورته. اگر دوستانی که متوجه نمیشن دقت کنند، x منهای x2 رو بنویسید، منهای از منفیش فاکتور بگیرید x2 منهای x. حالا ضریب x رو نصف کنید، ضریب x تون -1 نصفش بکنید میشه -1/2. من نمیدونم بچه‌ها توی توضیح قبلی ضریب x2 رو گفتم نصف کنید یا ضریب x رو. اگر گفتم ضریب x2 اشتباه کردم، منظور من ضریب x بوده، ضریب x بعد نصف بشه. ضریب x -1 نصفش کنید میشه -1/2. به نمای 2 برسونید میشه -1/4 و 1/4. اضافه و کم میکنید -1/4 -1/4. من اضافه و کم کردم. اون سه تا عبارت اول با هم میشن x منهای 1/2 به نمای 2، اونم که میشه -1/4. منفی رو که روش اثر بدید میشه 1/4 منهای x منهای 1 به نمای 2. بچه ها خیلی راحت شد کار ما. نگاه کنید، اگر دقت بکنید این انتگرال خیلی شبیه اون انتگرال بالایی شد، فقط فرقش اینه که به جای x منهای 1/2 داریم. پس من میتونم اینجا x منهای 1/2 رو بچه ها u انتخاب کنم، اینو بگیرم u. اگه اینو u انتخاب کنم dx و du با هم برابر میشن، یعنی انتگرال من اینجوری میشه du 1/4 منهای u2. فقط یک انتخاب درست ببینید چقدر سریع ما رو به نتیجه رسون بچه ها. فقط x منهای 1/2 رو گرفتم u. حاصل انتگرال من بر حسب اون نکته بالا می شود سینوس اینورس u اون بچه ها. من 1/2 یا سینوس اینورس 2u. جواب نهایی سینوس اینورس 2u به علاوه c. فقط یادتون باشه u رو به حالت اول برگردونید، یعنی به جای u x منهای 1/2 بذارید در جواب نهاییتون. این هم از این مثال. یه مثال دیگه بریم در مورد آرک تانژانت. خب انتگرال dx تقسیم بر x2 به علاوه 6x بچه ها به علاوه 11. خب من الان میخوام این انتگرال رو حل کنم. فقط یه عبارت توان 2 یا درجه 2 تو مخرج دارم. اولین چیزی که به ذهن من خطور میکنه تغییر متغیره. چی یا یو انتخاب کنم آقا؟ فرض کن تغییر متغیر میخوای بدی، هیچی هم بلد نیستی، فقط میدونی باید یه چیزی رو یو بگیری. آقا من یو x2 بگیرم مشتقش میشه 2x ندارم. یو بگیرم x2 به علاوه 6x مشتقش میشه 2x به علاوه 6 مشتقش نیست. اگه یو کامل مخرج بگیرم بازم مشتقش نیست. این نشون میده بچه‌ها این تغییر متغیر از این تغییر متغیر ساده ها نیست. بیایید مخرج کسر رو بچه‌ها مربع کامل بکنید به این صورت. ضریب x رو انتخاب میکنم 6، نصفش میکنم 3 به نمای 2 میرسونم 9، بهش اضافه و کم میکنم بچه‌ها به علاوه 9 بچه‌ها منهای 9 دیگه، نه منهای 9 به علاوه 11 میشه به علاوه 2 دیگه. گرفتید چی میگم؟ شما ضریب x رو نصف کنی میشه 3 به نمای 2 برسونی میشه 9. 9 رو یه بار اضافه میکنی یه بار کم میکنی. اضافه کنی خب میشه x به علاوه 6 x به علاوه 9. کم کنی 11 منهای 9 میشه 2 دیگه. خب این سه تا جمله اول با هم اتحاد مربع دو جمله رو میسازن ها، مجموع مربع x به علاوه 3 نمای 2 به علاوه 2. پس من میتونم این انتگرال رو اینجوری بنویسم، یه تغییر شکل به این صورت.
بچه این میشه 2 به علاوه x به علاوه 3 به نمای 2. یه لحظه برگردیم اسلاید قبلی. بچه این فرمول رو یادتونه؟ خب حالا تو اسلاید بعدی نگاه کنید، دقیقاً عبارتی که به وجود اومده شبیه همون شده، فقط با این تفاوت که به جای x به علاوه 3 اومد. پس من چیکار میکنم؟ x به علاوه 3 رو u انتخاب میکنم. چون x به علاوه 3 رو u بگیرم مشتقش du با dx برابر میشه، پس این یک تغییر ساده میشه du بخش بر 2 به علاوه u2. ببینید چقدر راحت به هدفم رسیدم. ببینید بچه‌ها، من نمیگم انتگرال خیلی راحته، نمیگم انتگرال خیلی سخته، فقط خواهشاً تکرار و تمرین زیاد، حل مثال زیاد که با انواع انتگرال آشنا بشید و تشخیص درست. خب طبق نکته صفحه قبل این میشه 1 اوم. آ چیه؟ رادیکال 2 تانژانت اینورس x u ببخشید به روی رادیکال 2 تانژانت اینورس u به روی رادیکال 2 به علاوه c. درسته دوستان؟ بعد یو رو به حالت اول برمیگردونم. پس حاصل نهایی رادیکال 2 دومه تانژانت اینورس یو من چی بود؟ x به علاوه 3 بود بخش بر رادیکال 2 به علاوه 3. این هم از این. امیدوارم که تا اینجای کار یاد گرفته باشید و مفید بوده باشه بچه ها. بازم تمرین کنید. موفق باشید.